من یک مرد رفتم، یک مرد در روسیه، یک مرد رفتم 11 تا مرده بود، 11 مرده، 4 دختری تاجیک، 7 تا پسری تاجیک مرده خوب در یک مرد که مسکو، در یک مسکو چند تا مرد میدونید حسابش گومه. در متروی صدوادی سنت پتربورگ صدویا سنت پتربورگ میگردد بسیارتر. در شعبه تپه سمرقندی کار میکنه. طرف وطنهای رحمانگیتلر شاید در دیگر شهرها هم باشند. این فرمانی نوعی که تو درون خانه های موجود دارند. اما ما دولت‌های مایده باید که قطعی اگم دولت کلان سیوز داشتگی باشیم. بس سیوز داشتن تو باید خاکی وطن تا بودی برای سیوز داشتن. بس آخی من ترش بله بفرما. السلام علیکم. و علیکم السلام و رحمت الله. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. در بخشی برنامه های حکومت پیش از من یک از برآمد کرده بود، میگوید که اما باید دولت های بزرگ باید ما که سیوز داشته باشیم و باید شرطنامه ها داشته باشیم. آخر اگر که سواد و عقل و فراست می داشت، روسیه برای تاجیکستان تمام شرطنامه ها را دارد، نه؟ بله. همه شرطنامه هایی که برای جمهوری، برای حمایت، برای دیگر تو موشک‌های ضد هوایی تمام چیز هست. شرط و ضرور نبود که اسمای نظامی خطایی که گناهکار اساسی در نابود کردن مسلمانای در دنیا یگانه دولتی که زیدیت تو مسلمانا رمان که مسلمانای اویغور، مسلمانای قشغر رمان تو همین درونی یا دولتی که همسایه های قرضی زیاد داری و او را زمین در درآوردن امکانی غصب کردن چیزای زیاد داره او در عوض قرضش. یعنی یک مسئله مهمه این مسئله. با جای باب خیزه بگه که بله خیلی درسته این کار غلطه از این کار با میخیزه با میلسه میگه گویا که نه درسته همون کار رحمان رو درسته. دوملو بخشش یک آدمی بی‌سواد همون شعر هست که بر مرده بی کفن همون وطن حیف است. مرده ناشستم کفن حیف است. بر مردم بینگ همون وطن حیف است. همون شخص ها همینو هن که انا امروز نمیخواهند که وطن پیش بروه. فقط یک شعار برآوردن با پیش با پیش با پیش با قبرستان با کدوم پیش رفت استیمو. من یک مرد رفتم، یک مرد در روسیه، یک مرد رفتم 11 تا مرده بود، 11 مرده، 4 دختری تاجیک، 7 تا پسری تاجیک مرده خوب در یک مرد که مسکو، در یک مسکو چند تا مرد میدونید حسابش گومه. این از پیشروی و با پیشگویی شما بگو. سواد کی نیست امروز برآمد میکنه میگه که ما با او دولت باید زمین ها بعد زمین دادن این گناه عظیمترین است. یک معلومات برای ما اومده است. یک دقیقه اگر من واتساپ من اینترنت بکشم که خوندنیم نمیمونه. خوب سلام علیکم برادر. الله و مقصد اصلی ما را سوند. رحمت الله با شما، چشم ما را میکشاید. خلاصه در از دوشنبه به شهر سنت پتربورگ بچه های اوگالون روز که آمدگیان در کوارتیره ها میگردند. آدمایی که شما رو تماشا میکنند همونها رو قاپیده دله کرده و تو یک نمیدونی این گپو ممکن خیلی کم ترجمه میکنند تا که در خطر نمانند. یک تشم میشناسیم نومش دورانه، سرش زرده، خدش 1-2 متره، قریب بوزبالچای. در متروی صدوادی سنت پتربورگ صدویا سنت پتربورگ میگردد بسیارتر. در شعبه تپه سمرقندی کار میکنه. طرف وطنهای رحمانگیتلر شاید در دیگر شهرها هم باشند. این فرمانی نوعی که تو درون خانه های موجود دارند فروش نشونه. باز یک بار دیگر التماس کسی را نمیشناسین در خانه ها جا نکنین. با احترام بچه های شما منصور. سلام علیکم. خیلی که این شخصتون باید با بچه های سنت پتربورگ بفهمیم. مهم که همه وقت با عقل باشم. یه آدم پیش اومد حالا چطور در آسیا میگردی؟ ما باید که دولت اسلامی کنیم بگو السلام علیکم بای بای. ما دولت دموکراتی میخوایم کنیم. رحمان چه آدم خوبه بگو برای پیشش. همین دیده که هر حیوان اومده پیشت گپ زد نمیشناسیش بگو کارت ببر من میدونم چیکار کنم. تو چوی جا اومده؟ تو چوی زن کودک گرفته آورده؟ زن کودک دولت کفری برای چی آورده؟
خب که بگو برادر زندگی من 100% رکورد تب کرافتم بگی یا همین بزوان تاکسی کار میکنن سرتراش کار میکنن میان میکوان تو میگردن تو همینو احتیاط کنی میبینید یک گفتی چی این غیبت بترسی شما همین آدم را که نمیشناسیش یکم معلومات یک گپ نزن ببینم بز خودش معلومه بز گوزه دست یکم چیز دیگه نیست یا دیگه اخیرون رخش موندگی باور کن اگر تو برای تو دروغ باشد برای الله راست من همین استراوشان رفتم بچه‌های یوش کلون همین میشناسم همش همین شما نشون دادم گروه 24 همین شما اصلاح تیوی چی پیام تیوی باور کن همش نشون دادم توکلم به الله کردم نشون دادم اینا با تینج 2 ماه گشتم 3 ماه گشتم اومدم توکل به الله کردن در کار باور کن من نه بوزش میترسم نه دزش میترسم باور کن بوز ایما ترسکی باور کن بوز سرعت بگیریم در تو روی میکنیم که دیگر بوز خطیمه روپرو نمیشه بوز آدی ترسیدگی هم باور میکنی بزرگ سرعت بگیره بزرگ محمد اقبال دایستراوشان ایمایدش تو کلونش میشناسم باور میکنی اگر برای تو دروغ باشه برای الله راست باور کن hangi inson gabza inami tır hangi inson gabza yagon kasi çidna mega تو نرمه به پروکاتیا ما yagon خلبه پروکاتیا نگابده desam برادر بفرما صحبت کن برادر بفرما صحبت کن به پروکاتیا برادر صحبت کن اورم صحبت کن بله گاب میزنیم بیا گابزا بیا yagon پروکاتیا گابزا نگاه کن اکا شما فقط دیگه همین برباره کامبوجیای حکومت همین روزا گپ میزنید برای چی گپ زنم برای چی گپ نزنم برای همین باید گپ زنم قهرمانی تو ما رحمان و دولت ما نمان برا ما قهرمانی رو نشون بدیم قهرمانی ما نمان برا ما برا میدونم که دختر و بچه و اولاد خسور بچه و گره ما همه را طرف میکنیم مردم میگیریم بودجه در دست دولت در برای مردم مصرفش میکنم نه برای گریمم نه برای دخترم نه برای دامادم نه برای اولاد به صاحبم نه برای اکای تراکتوریستم الله گورش در بگیره نه برای گروچا مریم برای مردم مصرفش میکنم تمام پرابلم نیست دیگه سگا مرایی نمیکنیم میلیون شما بتی مردم غم بتین در آسیا و در نواسیبیرسک در سنت پترزبورگ اینا دولت داری مناسبت ما با همه دولت ها کار ما خوب میکنم بعد ما با خارج نمیشم و مردمی خودم میتیم کانا ما زمین ما با خیتوی با خارج نمیفروشم اینا دولت داری پس ما اگر که همین رحمانوف ده شما بروه لو باید تاجیکی وطن دوست بگیره اگر این وطن پیش میروه تو اول وطن فروخته است میدانی ایمان داری وطن دار هستی وطن تا دوست میداری گوش کن همین در مسئله ای که این همین международный аренада همین ما دولت‌های майда باید قطعی اگم دولت کلان سیوز داشتگی باشیم این نیست سیوز داشتن تو باید خاکی وطن تا بتی برای سیوز داشتن بس اوخی من ترا همین گپت معینه ما دولت‌های майда باید تو قرغیزستان سیوز بگجا بره خلاص گابزا گوشت میکنم تو اخیره بله بره یعنی که شما همین سیوز من میبینم در همین ویدیو که شما بسیار وقت تنقید میکنین که پوتین قطیوای میکنه و مناسبت های خارجی را خودت معقول نداری یعنی با فکر شما باید چلا مناسبت ها باشه ما اکا داخلی را میمونیم داخلی مایلی خارجی در داخلی تو مناسبت وزمین دزدی را قبول کردی که رحمانوف دزده همین اول من بگو بریم در خارجی گابزا خودت گوش کن نه من سوال کردی تو من سوال کردی من ترا سوال کردیسم تو در مسئله داخلی قبول کردی که رحمانوف دزده نه کانتر سوال نه من یگان چیز مناسبتی خارجی تاجیکستان استوار در روی چیزها پوچ و های دروغه فهمو تاجیکستان من با مناسبت خارجی تاجیکستان یگان ضدیت ندارم من میخوام مناسبت با ازبکستان خوب باشه من میخوام مناسبت با قرغیزستان خوب باشه من میخوام مناسبت با
با ترکمنستان خوب باشه، من میخوام نسبت به افغانستان خوب باشه، یگان پرابلم ندارم. ولی برای مردم اول مردم فکر کنه بعد افغانستان طالب است بدوتیا، یعنی انا ایرا فراموش نمیکنم، نکن که همین ای مقصدی من. مناسبت من با روسیه تاجیکستان باید خوب باشه، مناسبتش با خیتای باید خوب باشه، یگان پرابلم ندارم. با پاکستان باید خوب باشه. هیچ وقت من علاقه تاجیکستان با خارج مناسبت خوب شه بد نمیدونم و هیچ وقت تنقیدش نکردم. ولی دادن خاک یا اینکه در تریتوری تاجیکستان درآوردن قشون یک دولت خارجی را، این تحقیر به این ملت میدونم. تمام؟ گپ زد. اونی کدام دولت بغیر روسیه یگان دولت نیست؟ قشون کدام؟ خیتای کیه یگان چیه؟ نمیبینی خیتایت؟ خیتای نفهمی ایسه؟ سوال جواب دی. نه ما آزی گفتم که ما دولتوی مایده من ترا وقتی که سوال گفتی بودی من گفتی که غیر روسیه گوش کاغانی خیتایت گفته هستم میگویی که دولتوی مایده کلان نباید گوشتن. قرغیزستان زمین چه بخیتای داده؟ سوال دولت مایده سوال داده؟ چیزا داده گیه؟ من ترا گفته هستم که قرغیزستان خاک زمینش به خیتای داد دولت مایده؟ نه نداد. پس تاجیکستان عزیز ما را میداد شوخی بس این زیپینه برای چی زمین نداد؟ یا آزاده را میداد، تخمینه را میداد، برای چی زمین ما را داد؟ برای چی؟ نه سوال چی دا برای این خیتای زمین ما را داد؟ زمین ما نگریست همین تا اگر گرختی که قطعت میکنم. برای چی رحمانов زمین ما را داد تو خپی؟ گپ زد. ای برای چی که دا اورونی من نستای؟ خلاص تو دا اورونی که نستای تو گپ نزد. برای یه آدم را بیار که دا اورونی من گپ زنه اگنی. خداحافظ. وقتی دا اورونی تو نستای گپ نزد. ترا چی بود پس گپ زدن حمایت رحمانov لیسیدن چی در کره؟ نه لیس. یا آدم را بیار که دا اورونیش من گپ زنم.